نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمتتان. امیدوارم که حال تک تک شما بزرگواران خوب باشه. به دلیل اینی که بسیاری از عزیزان درخواست کردن که با توجه به اینکه بنده در مورد طاهره قرةالعین بیش از 60 برنامه در فضای مجازی حالا و در یکی دو تا از شبکه‌های ماهواره‌ای مطالبی رو عنوان کردم و الان موجوده. یه مستندی که پخش شد و عزیزان شاهد اون بودن تقاضا کردن که مختصری پیرامون این فیلم بنده حاصل تحقیقات و مطالعه خودم رو تقدیم عزیزان بکنم. 7 سالم بود. پدرم یه صبح تعطیل نوروز کتاب تاریخش رو باز کرد و برام از تو خوند. داستان زندگیت که شبیه قصه های بچگی نبود. اونقدر منو با خودش برد که خواب شبم تا مدتها پر از رد قدمای تو شده بود. روح حاکم بر مطالب این برنامه محورش رو چند تا نکته است. محور اول که بسیار مهمه و تقریبا نخ تسبیح ارتباط بین مفاهیم و مطالب کارشناسای این برنامه هست، اون اینه که طاهره یه دغدغه‌ای داشته و اون دغدغه این بوده که حقوق زنان در طی تاریخ تضییع شده. به همین جهت تمام دغدغه طاهره یا عمده از دغدغه‌های طاهره این بوده که مطرح بکنه من زنم، به عنوان یه زن حقوقی دارم و در این راستا اهداف طاهره رو توضیح دادن و توجیه کردن. به چند دلیل. اول اینکه این یه زنه و زنیه که نباید دیده بشه، نباید از داخل اندرون فکری زمانه بیرون بیاد و در واقع پنهان کردنش یه ترتیبی با اون مرد سالاری حاکم بر جامعه خیلی نزدیکه. یعنی در واقع نماینده بارزی از اونه. این یه زنیه که نباید در موردش چیزی دانسته بشه یا اگر دانسته میشه امر مثبتی راجبش نباید گفته بشه. یعنی دغدغه بحث طاهره زن بودن اوه و فضای اینه که حقوق زنان داره تضییع میشه و طاهره تمام دغدغه‌هاش یا عمده دغدغه‌هاش نشان دادن این جلوه است. یا به سخن محقق دیگه‌ای توی این برنامه گوش بکنن عزیزان. ببینید به هر حال نظرات مختلفه و هر کسی هم که داره نظری میده بی تردید کار کرده روی اون نظر، ولی از نگاه من طاهره قرةالعین نیازی به چسب و کلیپس و سنجاق برای اینکه چسبونده بشه به جنبش زنان نداره، چون این در وجود این آدم، در کلام این آدم، در مطالبه این آدم کاملا مشخصه که این خواستش آزادی زنان و حقوق برابر برای زنانه. و حال اگر که در آیینی که به اون معتقد هست این خواست و این مطالبه راحت‌تر به دست میاد، خب بی تردید تأکید بیشتر طاهره بر این بخشه. عزیزان مشاهده کردم که دغدغه طاهره در واقع بحث حقوق و کسب حقوق زنانه. خیلی جالبه خانم نیلوفر بیضایی تو همین راستا همین مطلب رو تأکید میکنن. تو گویی تمام افکار طاهره رو، آثار طاهره رو این عزیزان دیدن و ورق سطر به سطر مطالعه کردن و برای اینها مسجل شده که طاهره دغدغش این چیزا بوده. خیلی عزیزان دقت کنن. حتی اگه در دوران خودش برای خودش هم مشخص نبوده که چه تأثیری خواهد گذاشت، این حضور تونسته تأثیر بگذاره. از این زاویه من فکر می‌کنم اصلا حرف اشتباهی نیست که اگر که او رو به عنوان یکی از پیشگامان جنبش زن، چون طاهره به هر حال در مورد برابری زن و مرد حرف میزنه، میگه که به مردا میگه که این زنا، اینا خواهرها، مادرها، دخترای شما هستن، اینا رو تو پستوی خونه نگه ندارید. طاهره در تمام اون چیزی که ازش، منابعی که ازش مونده یا چیزی کرده، توجهش به این مسئله غیر قابل انکاره.
و اونم در چنان دوره‌ای که در موردش صحبت کردیم. اما آیا واقعا همینه؟ آیا واقعا حقیقت طاهره اینه؟ تو همین برنامه من همین رو مقدمه قرار میدم برای ورود به نقد این نظر که دغدغه طاهره اصلا دغدغه اینا نبوده. اولین نقاد باور طاهره خود بهائی‌ها بودن. اولین بار بهاءالله بود که بر باور طاهره و عمل طاهره تاخت. اولین گروهی که ترسیم کرد باور طاهره رو که اینها باورشون باور دگراندیشانه نبوده، اصلا ربطی به مباحث مربوط به حقوق زنان نداره. باور طاهره باور تروریستی بوده. اینها رو اولین بار بهائیان مطرح کردن و به دیگران تذکر دادن. و تو همین مجموعه ما میبینیم یه خانم منصفی که محقق این عرصه هست مطرح میکنه، میگه ورق به ورق مطالب طاهره رو تا اونجایی که من خوندم اصلا دغدغه طاهره این نبوده که من دارم از حقوق زنان دفاع میکنم. من خب تا اونجا که میتونستم کارهای قرةالعین رساله ها و اشعارش رو مورد مطالعه قرار دادم و هیچ جایی من هیچ اثری پیدا نکردم که قرةالعین در اونجا اشاره به حقوق زن و در دفاع از حقوق زن زده باشه. هیچ جایی ندیدم که مسئله زن اصلا مطرح باشه. قرةالعین به دنبال یک نوگرایی بود، ولی یه نوگرایی که به زن اصلا محدود نمیشد، یعنی اصلا حتی زن درش مورد ذکر هم قرار نمی گرفت. یعنی اصلا طاهره دغدغش حقوق زنان نبود. طاهره دغدغش حقوق زنان نبود.